از من اغلب سوال میکنن که خب این بنیان رابطه چیه و ما چجوری این رابطه رو حفظ کنیم، نگه داریم. هرچند که ایجاد رابطه خودش یه هنر بزرگه، پس به شما من تبریک میگم تو هر رابطه ای که هستید، اما نگه داشتن یک رابطه، حفظ اون هنر بالاتری است. میخوام یه دونه از تکنیک های بی نظیر حفظ رابطه رو به شما بگم، معیار رابطه باحال رو بگم به شما. یعنی رابطه‌ای که شما دوتایی کنار هم دیگه، چه زن و شوهر باشید، چه پارتنر باشید، چه رفیق باشید، حال میکنید، احساس امنیت میکنید، کیف میکنید، احساس آرامش میکنید. بعد که اون دیدار تمام شد به یادش هستید، خاطرش به شما انرژی میده، لذت میبرید از به یادآوری اون خاطره. خب اون چی هست؟ ببینید، مهمترین پایه ارتباط شوخ طبعی است، بازیگوشیه، خندیدنه، مسخره بازیه، شرورگوییه. هرچه بیشتر بتونید حرفهای دم دستی خنده‌دار بزنید، هرچه بتونید ساده تر باشید، هرچه بتونید تفریح رو بیشتر کنید با هم دیگه، خوشگذرونی رو تمرین کنید. فکر نکنید کار آسونی هستا، نه اصلا اینجوری نیست. شما برای اینکه خوشگذرونی کنید خب لازم هست که خیلی قید و بنده رو بذارید کنار، خیلی حساسیتاتون رو بذارید کنار، خیلی عادتاتون ازش بگذرید، عادت به بحث کردن قطع کنید، عادت به ایرادگیری و نکته بینی و اینا رو قطع کنید، حساس بودنتون رو به بعضی از مسائل رد کنید. اینا کارهای بزرگیه. پس دارم یه نشانه و یه هنر میگم. هم نشانه از نشانه این که شما آدم بسیار با جنمی هستی که از خیلی از این چیزا گذشتی. دوم این که تکنیک باحال داری و اونی که خوشگذرونی میتونی بکنی، میتونی دو نفری لحظه های خوش درست کنی به هر بهانه‌ای. شما بچه ها رو نگاه کنید، بچه ها برای خوشگذرونیشون چیکار میکنن؟ واقعا اگر هیچ ابزاری هم در اختیارشون نباشه اینا میسازن و به شدت خوش میگذرونن. این نوجوانا رو شما نگاه کنید، تو مدرسه ها هیچ وقت رفتید یا تو پارک ها، یه جایی که بچه ها راحت هستن، نوجوانای دختر و پسر نازنین ما، ببین چجوری با هم خوش میگذرونن، انقدر میخندن، ریسه میرنن. سر چی؟ سر یه چیز ساده، یک کلمه یکی میگه اون یکی میخنده، ریسه میره، بقیه هم میخندن، به همدیگه میخندن، بار همدیگه هم میکنن میخندن، فوش به همدیگه میدن میخندن، به هر چیزی میخندن. این خاطره های خوش است. حالا بزرگتر اینا رو باید چیکارشون کنیم؟ لبخند بزنن. چیکارشون کنیم که خوش بگذرونن؟ چیکارشون بکنیم که تفریح کنن؟ به خاطر اینکه این داستان از بین رفته خیلی قصاست. مثلا من 20 تا ویروس رو کشف کردم که شرحش رو توی پادکستی دادم، در تلگرام هم هست، میتونید بهش مراجعه کنید. امیدوارم که شما هم خانم دکتر بتونن این رو توی همین پیجی که هست قرار بدن و دوستان و عزیزان رو بتونن بهش مراجعه بکنن. من 20 تا ویروس رو کشف کردم، کشنده ارتباطه، نابود کننده خلاقیته، همه صمیمیت های شما رو از بین میبره. پس لطفاً به اون 20 تا ویروس مراجعه کنید. اگر من امکانش رو داشتم بازم اینا رو دونه دونه برای شما شرح میدم، ولی شرح مفصلش اونجا هست، میتونید به تلگرام من مراجعه کنید یا اگر گذاشتیم بارگذاری کردم توی این پیج مراجعه کنید. یا اگر اینها همشون براتون مبهم هست، این دیگه کار مشاوره فردی است و باید ما در خدمت شما باشیم، در یک دیداری شورانگیز به این داستان ها بپردازیم و تکنیک ها رو تقدیم شما انسان های بزرگ خلاق شگفت‌انگیز بکنیم. مراقب خودتون باشید.